السلام علیکم ناملای عزیز. در دین اسلام قسمی با طلاق جایز است یا نه؟ البته فقط در اسلام به نام پروردگار قسم خوردن جایز است و خلاص. به طلاق قسم خوردن در اسلام درست نیست. بعضی انسان‌های هستند که میگویند که اگر من فلان کار انجام ندهم یا اگر همین پولی که برای من میدهی در فلان مهلت نیارم، زنی من طلاق گفته همچنان قسم میخورم. این در اسلام نادرست است. شخصانی که میخواهند سرحد قزاقستان را به یگان مشکلی بگذرند، پس برای شما توصیه میدهیم در دکومنت ها یگان مشکلی باشد، از جهت رجیستراسیا میگراسیونکا همش را با خواست الله حل میکنند. شما را به سرحد قزاقستان برده و ساق سلامت با خواست الله آورده میرسانند. برای زن و مرد فرق ندارد. از نام شبکه حاجی میرزا گپ زنید، تخفیف کرده می شود. معلومات بیشتر با رقم های روی اکران بوده تماس بگیرید. برای شما سفری خوب خواهانید. شرکت شفافرما داروهایی را پیشنهاد میکند که برای بیماری‌های درونی و بیرونی انسان دوا بخشند. از قبیل فشار بلندی، گایمرید، بیماری‌های معده، روده، گرده، جگر، عضوهای هاضمه، درد گلو، راه نفس و غیره. اینچنین اگر شما بیماری‌های پوست دارید به مانند پسریاس، سفید شوی پوست، داغ‌های سیاه، پس داروهای شفافرما به شما کمک میرسانند. غیر از این اگر شما مشکل‌های اورولوژی و گینکولوژی داشته باشید، پس به شرکت شفافرما مراجعت نمایید و اینچنین مشورت طبی بگیرید. همچنین برای زیاد کردن ریش و موی سر، با قوت کردن مردانگی، داروهایی را با نمود کپسول و روغنی که به صدها در دوا دارند پیشنهاد می‌نمایند. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه تتحقق الغايات والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. حبیب خدا گفتن ای امتان من، شما دعا کنید، چنان دعا کنید که با حضور دل باشد، از تحت دل دعا کنید و تمام آن درخواست که دارید پیش پروردگار خود پیشنهاد کنید. لکن آگاه باشید، گفت پیغمبر، وقتی که دعا میکنید خداوند دعای شما را میشنود، لکن آن دعایی که اگر از روی دل باشد، از روی شوق نباشد، این دعا را پروردگار شما نمیشنود و این دعا را خدای شما قبول هم نمیگرداند. از این خاطر ما و شما دعا کنیم که خدای مهربان این عبادتی که امروز برگردن همه ما بندگانش پروردگار نهاده است، خداوند از اجر این ما بندگانش را برخوردار بگرداند و خدای مهربان محبت خودت را، محبت حبیبت را، محبت تمام انبیا را و تمام ملائکه ها را و تمام کتابهای آسمانی را و دین اسلام را خدایا در دل ما بندگانت جایگیر بگردان و خدایا ما را و فرزندهای ما را اهل هدایت بگردان
تا دم آخر خدایا ایمان را از ما جدا مگردان و خدایا عزت ما بندگانت را در دنیا و در آخرت بلند بگردان و خدایا ما را از آن بندگان بگردان که روز قیامت از عذاب تو نجات یافته باشیم. و خدای مهربان تمام بیماری های این جمعیت ما را شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردان. مسافرهای این جمهوری ما را خدایا صحت و سلامت به خاندانشان پس بگردان. گذشتگان ما را خدایا رحمت و مغفرت بگردان و این جمهوری ما را پروردگارا آرام نگه بدار. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. عن عمران ابن حطان رضي الله عنه قال: آتيت أبا ذر فوجدته في المسجد محتبئا بكساء أسود وحده. عمران فرزند حطان میگوید بار خواستم حضرت ابوذر زیارت روم. وقتی از ابوذر پرسان کردم ابوذر کجاست؟ فوجدته فی المسجد. برای من اشاره کردند که او در مسجد است. من آمدم این دوست خدا را سراغ کنان، پرسپاس کنان، نگاه کردم که در مسجد محتبئا بکساء اسود وحده، حضرت یک لطه سیاه، یک چادر سیاه را بالای خود پرتافتگی و در یک کنج از مسجد حضرت نشستند و در زبان ایشان الله اکبر الله اکبر صدا میداد. فقلت یا ابوذر ما هذه الوحده؟ ای دوست خدا، ای کسی که تو یک سپر برای حبیب خدا هستی، ای کسی که تو پشتیبان از محمد صلی الله علیه و سلم هستی، ای کسی که اسلام تو تغییر یابنده نیست، ای کسی که تو مجاهد در راه الله هستی. در اصل ابوذر چه بنده نیکخواه و خیرخواه بود، چه یک بنده با سعادتی بود. حضرت عمران میگوید من از او پرسان کردم چرا تو تنها نشستی؟ چرا در بیرون در بین مردم نیستی؟ چرا تنها نشستی؟ پیش از آنه که من سبب تنها بودن ابوذر برای شما خبر دهم که برای چی او تنهایی را برای خود اختیار کرد، من میخواهم از صحیح بخاری یک کیسه در باب ابوذر غفاری که در اصل وی یک سپر برای رسول اکرم بود، یک صحابه خیلی صادق در اسلام بود، برای شما حکایه کنم. حضرت در قبیله غفاری ها گفتم در راه ملک شام قرار داشت که ملک شام در زمانهایی که رسول اکرم در مکه بودند یا پیش از رسول اکرم ملک شام ملک تجارتی بود. تمام مردم از ملک شام آمده تجارت میکردند، مالهای ارزان میگرفتند، برده در هر جا سودا میکردند.
این ابوذر غفاری در راه همان ملک شام در یک قبیله، در یک دهه‌ای که بنی غفاری ها میگفتند زندگی میکرد. به گوش حضرت ابوذر آوازه آمد: ای ابوذر، در مکه مکرمه یک فرزند به نام محمد ابن عبدالله برآمد که وی دعوا دارد که من فرستاده پروردگار هستم، من پیغمبر هستم. در دل ابوذر این خبر روز به روز شعله میزد. این کی باشد؟ این چی دعوا داشته باشد؟ دعوای او تا چه حد حقیقت داشته باشد؟ یک برادری داشت و یک فریاد زد. گفت برادر، گفت به گوش من یک آواز آمد است که در مکه مکرمه محمد گفتنی شخص برآمده است و دعوای پیغمبری دارد. من از تو یک خواهش دارم، می روی در صحبت این محمد صلی الله علیه و سلم می نشینی، آن چیزی که وی می گوید خلاصه سخن او را نزد من میاری. برادرش آمدن مکه مکرمه و در صحبت محمد صلی الله علیه و سلم نشستند. بعد چند بازگشتن آمدن باز به همین قبیله غفاریان نزد برادرش ابوذر و گفت ای ابوذر، من در صحبت آن نفر نشستم. گفت چی میگوید؟ گفت چی زبان شیرینی دارد و صحبت میکند فقط از اخلاق حمیده، فقط مردم به سوی انتظام خوب دعوت میکند، لیکن سخنهاش شعر نیست، از شاعر فرق دارد و شاعر نیست. ابوذر از جای خود خیز گفت برادر عزیز، گفت آن مقصدی که من داشتم تو حاصل نکردی، آن چیزی که برای من لازم بود تو خبری پره نآوردی. از جای خود حضرت خیز میگوید یک مشک آب گرفتن و در یک خلطه آذوقه گرفتن و خود برای دیدن محمد به مکه آمدند. حضرت در راه خیلی عذابها کشیدند. آمدند به ناگاه در مکه مکرمه در آمدند. در خانه کعبه، جایی که حاجی ها زیارت می روند، حضرت رفتن کچ پهلو کردند، بیگاه شد. مردم زیاد در پیش او می رفت می آمد، لیکن محمد نمی شناخت. محمد نفر عادی بود، محمد کسی نمی شناخت. وی فرق کننده نبود، وی برابر فقرا از فقیرها هیچ فرقی نداشت. شاید از اونها دم احوالش پستر بود. حضرت بیگاه شد، محمد ندید. حضرت علی گذر کردن، نگاه کردن یک مرد خدا خواب است، شناخت که این غریب است، این مسافر است، او را بیدار کرد و گفت خانه من می رویم. حضرت دست ابوذر را گرفتن به خانه آوردن. شب سپری شد. سحر آمدن باز در کعبه نشستن. هرچند که می جستن محمد شناخته نمی تانستند. باز بیگاه شد. علی باز همون غریب دید، آورد به خانه خودش. باز شب مهمانداری کرد. سحر شد، باز خانه کعبه. شب سیوم حضرت علی دیگر ناچار شدن، گفتند ای مرد خدا، من میدانم تو مردم مکه نیستی، تو این مردم شهر ما نیستی، تو غریب و مسافر هستی، چی نیت داری، چی درخواست داری؟ گفت اول ای مرد خدا، گفت من تو را نمیشناسم کی هستی، لیکن به تو عهد و پیمان ببند که این سیری مرا در کسی آشکار نمیکنی. اون زمانها خیلی ترس و واهمه زیاد بود برای اسلام داشتن، برای ایمان داشتن. حضرت علی قسم خوردن که من عهد و پیمان نمی شکنم، آن چیزی که داری پیش من خبر بده.
گفت من برای محمد دیدن آمدم، دیگر هیچ مقصدی ندارم. کنه همین نفری که دعوای پیغمبری دارد، آیا من اینو بینم تا چه حد سخن این حقیقت دارد؟ حضرت علی گفتن قسم بر آن خدایی که جان محمد در دست اوست، دعوای محمد حق است. گفت این پیغمبر است. لکن گفتن سحر یک کار میکنیم، من پیشا پیش میروم، تو از پس من میایی و من تو را به خانه میبرم که در اون خانه محمد صلی الله علیه و سلم پنهان است و اونجا تعلیم میدهد. حضرت پیشا پیش آمدن و خانه فلانی در آمدن. ابوذر در پیش این رسول اکرم 4 زانو زدن نشستن. رسول اکرم از همان سخنهای خیلی عسلبرین خود صحبت کرد و ابوذر گفت، ابوذر از جای خود بعد صحبت رسول اکرم خیز گفت اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده و رسوله. من گواهی میدهم که آن خدا یک و یگانه است و محمد بنده اوست و فرستاده اوست. پیغمبر خدا گفت این کلمات گفت ای ابوذر پنهان کن، الحال وقت اعلان او نیست، زیرا عدد ما مسلمان ها خیلی کم است. وقتی که میشنوی که مسلمان ها زیاد شدن، اون زمان برای کمک ما بیا، الحال خانه را. ابوذر غفاری چی گفتن؟ گفتن ای محمد صلی الله علیه و سلم، زمان من این کلمه را گفتم، در دل من مثل که یک خراکی که در دیگ جوش میزند، اسلام و ایمان جوش زده ایستاده است. من این پنهان گرفته به قبیله غفاری ها برده نمیتونم، بلکه این من در بین مشرکان عرب اعلان میکنم. هرچند حبیب خدا باز داشت، حضرت ابوذر قرار نگرفت، رفت آمد در بین خانه کعبه با آواز بلند در بین مشرکان عرب، دشمنان قرآن و اسلام، اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده و رسوله گفتند. حجم بالای ابوذر سر شد. ابوذر غفاری را میگه چنان زدن که حضرت عباس عمک پیغمبر اون زمانها اسلام نآورده بود، میگوید من خودم بالای این ابوذر پرتافتم، گفتم ای مردم، گفتم این در قبیله غفاری ها زندگی میکند، راهی که ما تجارت میکنیم، اگر الحال این از دست رود اون قبیله دیگه ما را نمیگذارد که ما تجارت رویم. میگوید از بالای ابوذر غفاری بیراه شدن. فردا سحر با این احوال بد حضرت باز آمدن بالای همون سنگ بر آمدن، باز اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده و رسوله. گفتن اگر 100 جان داشته باشم، اگر همه جانهای مرا که گیرین، من از این کلمه بر نمیگردم. این کلمه کلمه حق است، این کلمه هست که تمام دنیا را فرا میگیرد. الحمدلله که امروز همان کلمه که حضرت گفتن امروز دنیا را فرا گرفت. حضرت عمران میگوید آمدم تنها حضرت نشستند، گفتم ما هذه الوحده ای ابی ذر، این تنهایی بهر چیست؟ فقال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، حضرت ابی ذر گفتند من عاشق محمد هستم و از زبان این حبیب خدا شنیدم که میگفتند الوحدة خیر من جلیس سوء والجلیس صالح خیر من الوحدة و املاء الخیر خیر من السکوت و السکوت خیر من املاء الشر. حدیث حبیب خدا را خواندند، حدیث پیغمبر را خواندند. پیغمبر خدا گفته بوده است ای امتان من، تنهایی بهتر است از آن که شما با یک گروهی که اونها دروغگوی هستند، اونها زناکار هستند،
اونها خیانتکار هستند، اونها عرق نوش هستند، اونها از خدا و از مسجد و از نماز دور هستند. از اون گروه در نشستن، در تنها نشستن بهتر گفتند. و همنشینی گفتن پیغمبری خدا با آدمهای نیک بهتر است از تنهایی. اگر شما دانین که در یک جای معرکه خیر است، در یک جای یک دانشمند است، یک توده مردمی هستند که همه صحبتهای نیک میکنند، صحبتهای میکنند که برای فایده دین و دنیای توست، در این حالت شما تنها نشستن جنایت است برای شما. و حضرت دوام دادن که املاء الخیر خیر من السکوت. سخن گفتن، پند گفتن بهتر است از سکوت گفتن. لیکن اگر گفتن و املاء الشر و السکوت خیر من املاء الشر، لیکن گفتن اگر زبانی که پند گفتن نتاند، نصیحت کردن نتاند، زبانی که فقط درشت گوید، سخت گوید، آزار دهد، حضرت گفتن از این گونه زبان در حرکت در آوردن از سکوت کردن بهتر است. الحمدلله که امروز ما و شما در همان معرکه نشستگی هستیم که حبیب خدا گفتن از تنهایی در این معرکه برای شما بهتر است. خوش به حال همه شما برادران عزیزی که از راههای دور و نزدیک برای این گونه معرکه ها را انتخاب میکنید، میآیید و دل خدا مثل پخته بر این سفید میکنید و بازگشت به سوی کارخانه ها و خانه های خود میشوید. خوش به حال همه شما که چنین همنشینی، چنین معرکه ها را برای خودتان اختیار کردید. رسول اکرم میگوید الرجل علی دین خلیل فلینظر من یخالیل. ای امتان من، ای جوانای عزیز، حبیب خدا میگوید مرد در دین رفیقش است. مرد جوان در دین رفیقش است. نظر کن با کی تو همنشین هستی. با کسی همنشین باشی دینی وی البته تو قبول میکنی. یعنی مقصد از دین چی خصلتی که وی داشته باشد تمام خصلت‌های او در تو میگذرد. برای همین گفتن حضرت که همنشینی خوب برای خودتان اختیار کنید. اگر ما و شما نظر در سوره مؤمنون کنیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. خداوند برای ما و شما خبر میدهد کدام بندگان در نزد من نجات یافتند، کدام بندگان در نزد من عزت دارند. کدام بنده ها؟ کسانی که در نمازشان خاشع هستند، کسانی که در نمازشان یکم گروه نجات یافتگان. خداوند در قرآن یکم نفر کی را یاد کرد؟ کسانی که نمازشان از ترس خدا میخوانند، کسانی که حالت نماز میخوانند خدا را حاضر و ناظر میدانند. دوم کی را گفت؟ والذین هم عن اللغو معرضون. کسانی که از صحبتهای آدم ناخوب پرهیز میکنند، کسانی که از شنیدن کلامهای نادرست پرهیز میکنند. اینها گفت دوم نفرهای هستند که در نزد من نجات یافتگی هستند. صالحان از تینتی کج تینتان کج میشوند. خدا رحمت کند عبدالقادر بیدی را، پیشواهای ما و شما چه عزیزان خوبی داشتیم، چه نصیحت‌هایی کردن برای ما و شما. اگر باور کن عقل ما ناخورده باشیم، سخن اینها باید در جگر ما و شما تأثیر کند و این سخنها را برای خود باید ما شعار بالای سرمان در خانه ها نویسانده داشته باشیم. حضرت میگوید صالحان از تینتی کج تینتان کج میشوند. اگر 1000 ساله باشی، اگر 1000 بچه شیخ و داملا باشی، بچه پیغمبر باشی، اگر یاری تو، رفیقی تو، همنشینی تو اگر آدم ناخوب باشد، حتمی کج بدن او،
حتمی خصلت‌های ناخوب او در تو تأثیر میکنه. صالحان از تینت کج تینتان کج میشود. حضرت یک مثال آوردن: کفش گردد ز اختلاط پای کج ناچار کج. گفتن اگر همین پای افزال هایی که شما از دکان ها میخرین بینین چند قدر راستی خوب است، اگر پای شما کج باشد همین پای افزال راست کج میکنه، زیرا که این پای افزال شما همنشین با پای کج کردگی است. در پای کج که کشیدش کج میشود. این جسم فطرت تازه شما اگر همنشین با آدمای ناپاک و نالایق و غافل اگر همنشینی داشته باشد، عاقبت کسل اونها در شما میگذرد. جوانان عزیز خیلی هوشیار باشید، رفیق بازی نکنین. اولش زمانی رفیق بازی نیست. رفیقای داریم که هر لحظه دیگرگون می شود. رفیقای داریم که فقط برای مال ما و شما، برای منصب ما و شما، برای خانه ما و شما رفیقی دارند. رفیقای جانی خیلی خیلی کم هستند. رفیقایی که مثال از برای خدا با ما و شما رفیق باشند خیلی کم هستند. این از حدیث عمران ابن حطان که موضوع ما البته در این باب نبود. من فقط برای آن به سمع شما میرسانم که شما هوشیار باشین برای انتخاب دوست خود، برای کیها هم نشین باشین. شما از این حدیث ها و از این نصیحت ها باید که الکی عبرت گیرین. خدا رحمت کنه مولای جنون میگوید بیا ای دل، بیا شما این دل های حضرت مولوی، بیا ای دل چو کلبی کهف با مردی خدا بنشین. بیا ای دل چو کلبی کهف با مردی خدا بنشین. گریزان شو ز غافل با گروهی پارسا بنشین. ز زهر صحبت ناجنس کنعان غرق طوفان شد، برا از غافلان نزد حضور اولیا بنشین. چرا رنجوری این درد غفلت را نمیدانی؟ ای انسانی که میگه نمیدانی که چرا تو در غفلت افتادی؟ چرا رنجوری این درد غفلت را نمیدانی؟ طبیبی حاذق را یافتن نزد دوا بنشین. الحال من میخواهم صحبت امروزمان که سوال و جواب است، سوالهای خیلی زیاد داریم، اینها را به سمع شما میرسانم و انشاءالله جمعه آینده در باب توبه که یک گروه برادرهای ما از راه دور از ما خواهش کردند که در باب توبه و در باب عرق نوشی برای ما بسیار بسیار صحبت شما لازم است. انشاءالله من این وظیفه را به دوش خود گرفتم و از جمعه آینده خدا خواسته باشد باب توبه را برای شما حکایه میکنم. السلام علیکم ناملای عزیز، در دین اسلام قسمی با طلاق جایز است یا نه؟ البته فقط در اسلام به نام پروردگار قسم خوردن جایز است و خلاص. با طلاق قسم خوردن در اسلام درست نیست. بعضی انسان‌های هستند که میگویند که اگر من فلان کار انجام ندهم یا اگر همین پولی که برای من میدهی در فلان مهلت نیارم زنی من طلاق گفته همچنان قسم میخورم. این در اسلام نادرست است. و الا اگر همین شرطی که شما میمانین اگر ادا کی نکردین زنهای شما بعدا طلاق میشود. از این خاطر از این قسم ها باید که اولا شما پرهیز کنید. این قسم در اسلام جایز نیست. پیغمبر خدا میگوید که من حلف بغیر الله فقط اشرک. این حدیثی هم ترمذی است، هم حاکم است، هم ابو داود است. کسی میگوید بغیر نام پروردگار اگر قسم خورد وای شرک در راه الله آورده است. به حضرت امیر جان قسم خوردن در آدم مشرک می شود. به حضرت امام عسکری جان قسم خوردن در آدم شرک در الله آورده است.
به حضرت سلطان قسم خوردن در آدم شرک در الله آورده است. به نان قسم خوردن در شما شرک در الله آوردین. اگر با شیر شما قسم بخورین شما در راه الله شرک، در عمل شرک دست زدین. میدونین که خداوند همه گناه را میبخشد که شرک در الله را نمیبخشد. شما با این قسم ها قسم نخورین. حبیب خدا میگوید که من کان حالفا فلیحلف بالله او لیصمت. اگر کدام شما میخواهین که قسم خورین فقط قسم بر خدا بخورین، قسم به الله گویین والله من این کار نکردم، انا از عمد بهترین قسم انا همین است، والله که من این کار نکردم. این قسمی هست که این باز به خودش کفارت دارد. اگر نتوانی 3 روز باید روزه گیری، بعد این گناه را پروردگار از تو میبخشد. لیکن با این چیزهایی که من نام گرفتم اگر شما قسم خوردید، قسم تا یکمش واقع نمی شود، دومش که این قسم نیست و سومش که شما شرکی در خدا آوردید، شما الک گناهگار شدید. هیچ وقت با این اشیاء قسم نخورید. یعنی وقتی شما با مزار قسم میخورید یا به نان قسم میخورید، اینجا بزرگی پروردگار شما برطرف کردگین. یعنی شما از خدا دادیده، از همین مزار و از همین نان و از شیر و از دیگر چیزها میترسیده اید. برای همین همه وقت حق قسم با خداست.